آمارهای وحشتناک ایران در جهان. در فهرست 100 کشور فقیر جهان، ایران رتبه 94 را دارد. در بین شادترین کشورهای جهان در جایگاه 110 قرار دارد. رکورددار و رتبه اول مجازات اعدام در جهان است. رتبه 8 شاخص فلاکت از 156 کشور را دارد. رتبه 14 در میان غمگین‌ترین کشورهای جهان است. در شاخص آزادی بشر رتبه 154 را در میان 159 کشور جهان دارد. از حیث آزادی رسانه‌ها، ایران رتبه 178 را در میان 180 کشور جهان دارد. در میان خشمگین‌ترین کشورهای جهان، ایران رتبه 3 را دارد. از حیث فساد، رتبه 150 را در بین 180 کشور جهان دارد. در میان خوشبخت‌ترین کشورهای جهان، ایران رتبه 118 را دارد. رتبه اول در خشونت خانگی، رتبه 10 سرقت در دنیا و در شاخص آزادی اینترنت جزو 3 کشور آخر می باشد. هموطن، آیا این آمار وحشتناک برای بیداریت کافی نیست؟ تا دیر نشده برای نجات ایران بیدار شویم و به خیابان‌ها بیاییم. کاری از گروه افکار ممنوعه.